خب دوستان، اگر صدا را میشنوند یک بار کومو را خبر کنید. کامera خوب است؟ صدا خوب است؟ برای ما معین کنید تا برنامه را شروع کنیم. مهم. مم. خب خیلی خوب. آه، مثل که صدا خوب است، تصویرم خوب است. خب ما برنامه را شروع میکنیم. انشالله که در طول برنامه، در دوام برنامه دوستان هم وارد خواهند شد و ما برنامه را شروع میکنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خب دوستان عزیز، ما در برنامه قبلی درباره اندیشه افراطگرایی صحبت کردیم و گفتیم که ویژگی های اندیشه افراطگرا چگونه است و در این باره صحبت های زیادی کردیم و حالا در این برنامه میخواهیم بپردازیم به اینکه شیوه بیان اندیشه افراطگراها چگونه است. یعنی افراطگراها در بیان اندیشه خود از چی شیوه ها و ویژگی های پیروی میکنند. ما در برنامه گذشته هم گفتیم که این ویژگی هایی که ما در اینجا مطرح میکنیم، این ویژگی هایی هستند که یکی از دانشمندهای غربی به نام ویلکاکس آنها را بعد از مطالعه صدها گروه این ویژگی ها را استخراج کرده است و پیشنهادی خوانندگان و بینندگان کرده است و ما خلاصتا آن ویژگی ها را جمع آوری کردیم و میخواهیم آنها را پیشکش شما بینندگان و شنوندگان بگردانیم. خب این گروه های افراطی معمولا در بیان اندیشهشان از چی ویژگی های استفاده میکنند؟ یکی از ویژگی هایی که افراطگراها از آن در بیان اندیشهشان استفاده میکنند، این ویژگی آن است که آنها میگویند هدف وسیله رو توجیه میکند. به چی معنا؟ آنها میگویند که برای انجام دادن یک کار، برای به خاطر رسیدن به یک هدف خوب، ممکن است که کارهای بد زیادی را انجام داد و این را ما در تمام چیزها میتوانیم ببینیم. مثلا برای آنها درست است که رقیبانشان را و مردم را فریب دهند، به خاطر اینکه میگویند ما هدف خوب داریم، پس میتونیم که مردم را فریب بدهیم و مردم را هم زیاد فریب میدهند، وعده های دروغ میکنند، دروغ میگویند و این همه در این ویژگی ها از ویژگی های هست که در بیان اندیشهشون افراطگراها استفاده میکنند. برای مثال، اگر شما تصور کنید که نمایش دادن یک فیلم فحش یا یک صحنه فحشا چقدر کاری بد است، همه این را میدونند، ولی افراطگراها به خاطر رسیدن به هدفشان از پخش برنامه های فحش هم رو نگرداندند و در تلویزیون تاجیکستان دیدیم، همگان شاهد بودیم که صحنه های فحش را از داملاها، از ملاها به اصطلاح و حتی آدم های مختلف را به صحنه آوردند، زندگی شخصی و پنهانی آنها را روی نوار گرفتند و در معرض عموم گذاشتند، در تلویزیون مردمی کشور آنها را به نمایش گذاشتند، در حالی که هیچ احد حتی در فیلم ها مردم اجازه نمیدهند که چنین صحنه ها پخش شود، ولی چون آنها میخواهند به یک هدف برسند و هدفشان هم بدنام کردن یک گروهی مسلمانی هست که از نگاه آنها این گروه باید که تخریب شوند، باید که سرکوب شوند، برای خودشون اجازه میدهند که این گروه را، این فیلم های فحش و به اصطلاح پنهانی آنها را در تلویزیون مردمی نمایش دهند. پس یکی از شیوه های بیان افراطگراها انا همین است که ما و شما عملا شاهد آن هستیم. دومین ویژگی که آنها دارند، دومین ویژگی در بیان اندیشه افراطگراها این است که آنها به احساسات و عاطفه مردم و تبلیغات بسیار اهمیت قائل می شوند. برای مثال شما تصور کنید که
همین مردم، همین افراطگراها یک تلویزیونی کلان مردمی رو تبدیل می‌دهند به تبلیغات یک شخص، به صحنه تبلیغات یک شخص. تمامی برنامه‌های دیگر رو قطع میکنند و سخنرانی یک نفر رو در آنجا پخش میکنند. این یک نوع افراطگرایی است. این هم یکی از شیوه‌های بیان اندیشه افراطگراها است. پس ما با توجه به اینکه این شیوه بیان افراطگراها چگونه است، خودمان می توانیم درک کنیم که افراطگرا کیست و افراطگرایی چیست. پس نگاه کنید، وقتی که یک نفر می آید و در تلویزیون مردمی تنها یک شخص رو تبلیغ میکند، در تمام صحنه ها، در تمام دانشگاه، در مکتب، در دانشگاه، در تمام جاها یک نفر رو تبلیغ میکند، این هم انا همون است. از طرف دیگر بیاییم باز نگاه کنیم، به احساسات مردم بازی میکنند. به احساسات مردم چگونه بازی میکنند؟ میآیند دست میگذارن روی همون نقطه های حساسی که مردم به آنها حساسیت دارد، مثل مسجد، مثل ریش، مثل سطر، و اینها هم جزئی انا همون تبلیغات است که اونها استفاده میکنند. مسئله دوم، با مسئله دیگری که در بیان اندیشه اونها از آن بسیار استفاده میکنند افراطگراها، حساسیت و مراقبت شدید است. مراقبت شدید از کی؟ از مردم. برای مثال خودمان یک بار نگاه کنیم که در همین آخرها پلیس و امنیت ما تمام زندگی مردم رو میخواهند زیر نظر داشته باشند. از زندگی شخصی، از چنینی که پیشتر گفتیم، حتی از زندگی محرمانه مردم فیلم برداری میکنند، حتی که به زندگی شخصی مردم که در معرکهش است، در روز تولدش است، در نمیدونم تویش است، در جنازش است، کی میآید کی میرود، تا همه اینها دخالت میکنند، مراقبت میکنند، حساسیت نشان میدهند. این برای چی است؟ این شیوه هم شیوه خاصی افراطگراهاست. این رو ما نمیگوییم، این رو من نمیگویم، این رو یگان مخالف حکومت تاجیکستان نمیگوید. این رو یکی از دانشمندان غربی به نام ویلکوکس در طبقه بندی خودش بیان کرده است و ما امروز اون رو عملا میخواهیم که این افراطگرایی را به مردم معرفی کنیم که واقعا هم افراطگرا کیست و افراطگرایی چیست. پس خودتون تصور کنید، وقتی که یک نفر میخواهد تمام زندگی مردم رو در زیر نظر داشته باشد، میخواهد تمام نقطه، تمام چی خوردن و چی پوشیدن مردم رو زیر نظر داشته باشد، نظارت کند، پس این شیوه به گفتی دانشمندان معروف این ساحه افراطگرایی است. پس خودتان خلاصه برآورید که افراطگرا کیست. مسئله دیگری که افراطگراها از اون زیاد استفاده میکنن، این شخصی سازی خصومت است. شخصی سازی خصومت به چی معناست؟ مثلا شما تصور کنید که یک نفر، برای مثال پدری استاد کبیری از دنیا گذشتند، همین مسئله رو آوردن حتی در گذشت و مثلا مصیبت مردم رو هم شخصی سازی میکنن، استفاده میکنن. از همین چقدر کاریکاتور ساختن، چقدر دشمنی کردن، چقدر بد گفتن. محض انا همین شیوه بیان اندیشه، انا همون شیوه افراطگراهاست. و یکی از مسئله دیگری که افراطگراها، یکی از ویژگی های دیگری که افراطگراها از آن زیاد استفاده میکنن در بیان اندیشه اشان، ناسزا گفتن و متهم کردن مردم به لقب ها و عنوان های مختلف است. خب اینا میدونیم هممون. اگر هر کس که امروز یک انتقاد از حکومت تاجیکستان بکند یا از یک مقامدار منصبدار میکند، بلا فاصله عنوانی به او چی میگویند؟ خائن. تحقیر میکنند، دشنام میدهند. ما این را شاید در زیر همین پست هم بعداً شاهدش خواهیم بود، شاهد بعضی تحقیرها و دشنامها باشیم. در زیر همین ویدیو هم شاید این چیزها رو ببینیم، یا در ویدیوهای گذشته هم شاهد این بودیم. ولی این ویژگی کیست؟ ویژگی افراطگراها انا همین است. وقتی که میآیند و مردم رو تحقیر میکنند، دشنام میدهند، ناسزا میگویند و با اولین چیزی که به زبانشان میآید این است که خائن هستید، خائن هستید. و کمترین چیزی که دارند
امروز کلمه‌ای که در بین افراطگراهای ما ماده شده است، انا همین خائن بدن است. اگر هر کسی که نسبت به یک عملی و یک حکومتدار انتقاد کرد، یک منصبدار رو انتقاد کرد، یا اینکه دیسرنت حتی از وقتی که این خیانت های اونها رو آشکار میکند، میآید خیانت علمی رو، واقعا هم دزدی علمی رو برای مردم آشکار میکند، میگویند که این دستی خائنای ملت است، دستی خائن ها است، دستی. در واقع در اینجا چی باقی مونده است؟ دیسرنت رو متهم به خائن کردن و خیانت کردن از طرف اونها چی میماند؟ به جای اینکه از پی حل مسئله و مشکل شوند، در پی این بشوند که یک برچسب به این بزنند، یک لقب به این بدهند، یا اینکه بیایند این آدم رو یا این شخص رو یا این نهاد رو با ناسزا گفتن، تحقیر کردن، دشنام کردن، خائن اعلان کردن، اون را به اعتبار کنند، یا اینکه اون مشکل را روپوش کنند. در اون عملهای دزدی خودشون را با این راه میخواهند بپوشانند و توجیه کنند. اما تا چه اندازه موفق میشوند این شم ما دیده ایستادیم. اما یک مسئله دیگر، شیوه دیگری که دقیقاً بیان کرده است ویلکوکس در بیان اندیشه افراطگراها چی است؟ میگه که این افراطگراها مردم را به جای فهماندن و ترساندن مشغول میشوند. به جای اینکه بیان مردم را بفهمانند که واقعا مشکل چی است و حل مشکل در چی است، یا اینکه بیان از مردم معذرت خواهی کنند به خاطر اون مشکل حل کنند، بیان مردم را میترسانند. برای مثال، اگر امروز شیوه معروفی که در کشور ما رایج است، هر کسی که انتقاد کند میگه چی جنگ شهروندی رو فراموش کرده، ترساندن است. یعنی به این راه میخواهند بگویند که اگر شما با حکومت مخالفت میکنید، با یک منصبدار مخالفت میکنید، پیشواگی یک نفر را قبول نمیکنید، پس جنگ میشود، پس شما جنگ میخواهید. در تاجیکستان جنگ میشود و سال 92 به وجود میآید. چگونه این به وجود میآید؟ اگر شما به جای اینکه مردم را از جنگ بترسانید، بروید دنبال مشکلات را حل کنید، مشکلات مردم را حل کنید، بروید به جای اینکه مردم را بترسانید از سالهای 92، واقعا بیایید زندگی مردم را بهتر کنید، برای اون جای کار پیدا کنید که دیگر مردم در روسیه 2 میلیون مردم در روسیه مهاجری کاری نباشد، دور از وطنش زندگی نکند. بیایید برای مردم معاش مناسب تعیین کنید، برای مردم جای کار پیدا کنید، برای مردم راهی مردم را درست کنید، زندگی مردم را درست کنید که اونها دیگر از این مشکلات به شما شکایت نکنند، به شما اعتراض نکنند. شما مردم را نترسانید، مردم دیگر نمیترسند. مطمئن باشید که اون نسل هایی که جنگ را دیدند و از اون جنگ ترس داشتند، دیگر امروز نسل به وجود آمده است که اون جنگ را نمیداند، اون از جنگ هیچ تصوراتی هم ندارد. برای همین شما مردم رو دیگر ترسانده نمیتوانید. این یک طرف مسئله است. دوم طرف مسئله این است که هر کسی که از شما انتقاد میکند، این معنای آن را ندارد که اون جنگ میخواهد. دقیقاً هر کسی که از شما انتقاد میکند میخواهد زندگی بهتری داشته باشد. چی؟ مگر حکومت ادعا نمیکند که این حکومت دموکراتی و دنیوی است؟ در یک حکومت دموکراتی یک نفر باید 2 بار پرزیدنت شود، ولی مردم نمیخواهد در طول سر خودش یک عمر یک پرزیدنت بیند، یک چهره رو بیند، یک نفر رو بیند که از 20 تا 30 سال فقط در طول سر او ایستاده است و در زندگی شخصیش سر کرده، تا مراسمش و تا جنازش دخالت میکند، دستور میدهد، فرمان میدهد، ولی هیچ کاری برای مردم نمیکند. مردم از این خسته شده است. مردم این را نمیخواهد، مردم جنگ هم نمیخواهد، ولی این رو هم نمیخواهد. پس شما به فکر اصلاح این باشید، نه به فکر این که مردم رو بترسونید. و این ترساندن در واقع به گفتی ویلکوکس، یکی از دانشمندان ساحه افراطگرایی، نظریه پردازی ساحه افراطگرایی همین است که این شیوه افراطگراهاست. خب مسئله دیگر و ویژگی دیگری که افراطگراها از اون به خیلی زیاد استفاده میکنند، این دفاع از سنزور و سرکوب است، سرکوب مخالفین. امروز شما همتون شاهد هستید که در تاجیکستان تقریبا یگان رسانه آزاد وجود ندارد.
تمام رسانه ها بسته شدند. ببینید از تاج نیوز و نمیدونم دیگر رسانه هایی که بودن در تاجیکستان همه بسته شدند. ما یگان تلویزیون مستقل نداریم در تاجیکستان. اگر یک سامانه در تاجیکستان نشر روی کار بیاید بلا فاصله او را میبندند. حتی شما ببینید یوتیوب و فیسبوک را هم در تاجیکستان یک مدت سانسور میکردند، بسته بودن اینها را. برای چی؟ برای که این کار شیوه کاری افراطگراهاست. باز هم این به گفته دانشمندان شیوه کاری افراطگراهاست. پس بس کنیم این بستن ها و این سنزور و سرکوب ها رو. به جای اینکه بیاین مخالفان خود رو سرکوب کنید، بیایید برای اونها فرصت بدهید که سخنشون بگوین، حرفشون بزنن و شما رد کنید. اگر شما واقعا مخالفین حرفی بیجا میزنن، اگر واقعا اونها حرفی نادرست میزنن، با اونها فرصت بدهید در تلویزیون، در رسانه ها، در همه جا و گپشون رد کنید که اونها نادرست میگویند. رد کنید که برای چی شما راهی مردم رو، راهی یگانه راهی مردم رو پولکی کرده اید؟ جواب بدید به مردم. بر کدام اساس؟ بر طبق کدام قانون؟ به مردم جواب بگویید که بر کدام اساس یک نفر در تاجیکستان باید پیشوا باشد، باید تا ابدالعمر، تا یک عمر پرزیدنت باشد؟ برای چی؟ بر کدام اساس؟ مردم این را نمیخواهد. مگر این دموکراسی است؟ مثل شترمرغ شما شده اید. وقتی که میگویند شترمرغ را میگن که پرواز کن، میگه من شترم. وقتی میگن بار میگه من مرغم. شما میگوید ما دموکراتی هستیم. وقتی میگویند پیشوا پرستی و پرزیدنت یک عمره در دموکراسی نمیشود، میگوید این به منتالیته تاجیکی ما درست نمیگیرد. یعنی شما چی میخواهید؟ نه دموکراسی درست دارید، نه تاجیکیتی درست دارید، نه اسلامیتی درست دارید. پس بیایید دنبال یک واقعیت باشید. بیایید از این سنزور و سرکوب ها بر بگردید و بگذارید فضا رو برای مردم و به مردم در ملأ عام به مردم بفهمانید. با مردم سخن بگویید و مردم رو بفهمانید که شما به کجا می روید و انتقاد مردم از شما نادرست است. اگر انتقاد ها نادرست است به مردم بفهمانید. بگذارید ما نادرست میگوییم. اگر انتقاد ما نادرست است، اگر انتقاد مخالفین هر کسی که باشد نادرست است، پس شما بیایید آشکارا به مردم بگویید که کجای این انتقاد نادرست است. شما این انتقاد را در ملأ عام، در رسانه تان رد کنید. ولی شما این کارو نمیکنید، بلکه از همون شیوه افراطی سرکوب و سنزور استفاده میکنید. پس خود قضاوت کنید مردم عزیز که در این با وجود این ویژگی ها افراطگرا کیست و افراطگرایی چیست؟ ویژگی دیگری که از آن زیاد استفاده می شود، استفاده از شعارها و عباره هایی هست که مردم را از اندیشیدن و تفکر باز می دارد. به مسئله های دست می زنند که مردم روی آنها باید فکر نکند، باید اندیشه نکند. برای مثال شما بیایید یک بار تصور کنید که برای چی در سال 92 یک گروه رو آمدن وهابی یا وفچک اعلان کردند. برای که این مسئله اعتقادی مردم بود که در اون مردم باید هیچ دنبال دلیل نمیگردند. اعتقاد است. این مسئله حساس است. مردم فکر نمیکنند. تمام. چون اون وهابی است، تمام. وهابی است، وفچک است. به این مسئله ها بیشتر توجه میکنند و مردم رو اعلان کردند وهابی، وفچک. بعد از جنگ، بعد از سالها، وقتی که صلح شد، مردم درک کردند که در تاجیکستان نه وهابی وجود داشت و نه وفچکی. و عجیبش این است که در همون سالها برای چی مردم رو وهابی اعلان کردن همگان میدونن. برای اینکه مردم میگفتن که انا همین 40 سال چون مردم نادار هستند نباید 40 سال انجام بگیرد. وهابی اونها رو وهابی اعلان کردن. ولی در چند سال بعد همین پیشوای ملتی که امروز ساخته‌اند آمده است و رسما میگه که 40 سال باید نباشد. یعنی همون برنامه، همون گروه رو پیاده میکند که سالها پیش همینها آنها رو وهابی یا وفچک اعلان کردن. پس چگونه است؟ کجا است منطق؟ یک بار تصور کنید اونها رو به خاطر اینکه 40 سال رو انجام ندهید گفتن شما وهابی اعلان کردید. امروز خودتون برنامه اونها میگفته را در جامعه پیاده میکنید. پس منطقتون کجاست؟ امروز هم عیناً همون چیز برگزار میشود، دارد رخ میدهد. چگونه؟ امروز برگشتند همون مردمی را که یک زمان وهابی میگفتند امروز شیعه اعلان میکنند، میگن که اونها شیعه شدند.
یک بار اگر برگردند ببینند کجاست شیعه، این مردم در واقع همه کسی که کم علم دارد، کم درک دارد، فهم دارد، میداند که وهابی و شیعه دو چیزی متناقض متضاد هستند، متضاد هم هستند، دو چیزی ضد هم هستند. کسی که وهابی باشد نمیتواند شیعه بوده، کسی که شیعه باشد نمیتواند وهابی بوده یا وفچیک بوده. پس معلوم می شود که در اینجا آن سناریویی که در سال 92 پیاده کردن میخواهند باز هم همون سناریو را پیاده کنند، این بار به نام شیعه، در حالی که این گروه نه شیعه هستند، نه سلفی هستند، نه وهابی هستند، هیچ چیز نیستند. اینها مردم حنفی مذهبی هستند که تنها یک چیز میخواهند عدالت در جامعه برقرار باشد، مردم آزاد باشند و تنها به خاطر همین خواسته ها امروز تهمتی شیعگی یا یکی نمیدونم وهابیگی یا سلفیگی به آنها میزنند. این ویژگی هم ویژگی کیست؟ ویژگی همان افراطگراهاست. پس از نگاه دانشمندان ساحه افراطگرایی که در این زمینه تحقیقات زیاده کرده‌اند، تمام این ویژگی های آنهایی هستند که افراطگرا هستند و اون چی که در اینجا ما آوردیم، ما بیان کردیم، این را از مردم شریف، بینندگان محترم خودشان میتونن که ببینن، مقایسه کنن، ببینن که در واقع افراطگراها کیها هستند، افراطگراها چی میخواهند و افراطگرایی چیست. در واقع افراطگرایی همین است، همینه که امروز ما و شما شاهدش هستیم. همین که مردم را تهمت میکنن به افراطگرا و اکستریمیست و تروریست، این افراطگرایی است. همین که مردم را بدون هیچ محاکمه آشکارا، بدون هیچ دلیل میبرن پشت زندان، این افراطگرایی است. این افراطگرایی واقعی است که این را تمام دانشمندان میگویند، این را یگان مخالف حکومت تاجیکستان یا یگان کسی دیگر نگفته ایستاده است. این در واقع اصل افراطگرایی همین است. پس ما در این مرحله خودمان باید ببینیم که ما با کی سر و کار داریم و در واقع به کجا روانه هستیم. یک گروه میخیزد تمام ملت رو، تمام مشکلات ملت رو در یک چیز خلاصه میکند، تروریسم و اکستریمیسم، در حالی که افراطگرای اصلی واقعی، اکستریمیستی واقعی همون صاحبان این برنامه هستن امروز در تاجیکستان. همونها هستن امروز که مردم رو با راه‌های مختلف سرکوب میکنند و تمام وسیله و شیوه های عملشان افراطگرایانه هست و طبق تمام معیارها، طبق تمام نشاندادهای دانشمندان، آنچه که افراطگرایی به آن منسوب می شود در عملها و رفتارهای اینها دیده می شود و نباید آنها دیگران را به افراطگرایی متهم کنند. پس بیایید، اگر واقعا راست میگویید، بیایید افراطگرایی را یک بار دیگر با هم مقایسه کنید، ببینید، یک بار عملهای خودتان را با عملهای دیگران مقایسه کنید و با معیارهای افراطگرایی آنها را بسنجید. بدون دلیل شما عادت کرده اید همه را به یگان دلیل فقط تهمت میزنید، بهتان میزنید و عادت کرده اید که هر کسی که به مخالفت به شما حرف زد اون رو خائن اعلام میکنید. ولی این دیگر این شیوه پاسخگو نیست، دیگر این شیوه جواب نمیدهد. شما دیگر نمیتوانید این شیوه رو دراز دوام بدهید، زیرا مردم خواهند فهمید که افراطگرای واقعی، اکستریمیستی واقعی، تروریستی واقعی کیست. ما در برنامه‌های بعدی در باره عامل‌های افراطگرایی هم صحبت خواهیم کرد و با هم ان شاء الله که خواهیم دید که عامل‌های افراطگرایی در جامعه ما و در عموم در جامعه ها چی ها هستند یا کی ها هستند، روی اون هم بحث خواهیم کرد. خب در همین جا وقتی ما به پایان میرسد و امیدوارم دوستان اون چی که در اینجا گفتیم پراکنده مفید واقع شده باشد و دوستان استفاده کرده باشند. همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.